هست. در صحیح مسلم آمده از حدیث ابو هریره رضی الله عنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه صنفان من اهل النار لم ارهما، دو طایفه از اهل دوزخ هستند که من آنها را ندیدم، یعنی در زمانشان نبود. همین سخن دلالت میکند که این گناه کبیره است. دو طایفه مردم دوزخی هست، اونا اهل دوزخ هستند که من آنها را ندیدم. اولینش قوم معهم سیاط كاذناب البقر یضربون به الناس، یا مردمی هستند یا قومی هستند که در دست آنها قمچین های هست، قمچینی باریک نیست، غفسی آن مثل دومی گاو است، یعنی دو بینکه هایی که هست مانند همین. یضربون به الناس، یعنی با آن قمچین های غفص مردم تازیانه میزنن، ظلمی به مردم میکنن. این طایفه مردم هم دوزخی هستند. طایفه دوم نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، زنهایی هستند که پوشیدگی هستند و برهنه هستند. ببینید پوشیدگی و نپوشیدگی گفتن، به دو صفتی به همدیگر تضاد ضد آنها را وصف کرد. اون زنها پوشیدگی هست ولی حکمش نپوشیدگی هست، مانند اون اعرابی که آمد در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شد و 2 رکعت نماز تحیات مسجد خواند، سپس آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم سلام داد. بعد پیامبر علیه الصلاة و السلام گفتن که ارجع فصلی فانک لم تصلی، بگرد نماز گذار، رو نماز گذار که تو نماز نگذاشتی. اون نماز گذاشت، 2 رکعت نماز خواند، گفتن رو نماز خوان که تو نماز نخواندی. گفتن 3 مراتبه، 3 مراتبه تکرار کرد، میرفت 2 رکعت نماز میخوند، گشته میومد پیامبر صلی الله علیه و سلم رو نماز خوان تو نماز نخواندی. میگفتن تو نماز خوان لیکن حکمی نخوانده ندادن. این زنها هم کاسیاتون پوشیدگی هستند، لباس دارند ولی برهنه هستند، یعنی به معنای که حجاب دارند و تنگ است. مقصودی حجاب را رعایت نمیکنند، یعنی مقاطع عضوی آنها، شکل عضوی آنها به چشم دیگران معلوم است. ببینید اینای دوزخی گفتند. چی جای آنهایی که عموما حجاب ندارند، یا واقعا بعض لباس های شفاف هست در زمانه ما که تمام بدن زن یا لباس های داخلیش هم از بیرون میتابد. اینا البته دوزخی هستند. نساء زنهایی هستند که کاسیات عاریات پوشیدگی، برهنه، مائلات یعنی زائغات از شریعت روی گردانیدند، میلی به گناه و فاحشه دارند، مومیلات با دیگر زنها را هم به همین دعوت میکنند، یا اینکه موهاشون یعنی مو شانه میکنند برای مردمی بیگانه، برای کوچه، برای نه به شوهر، و با همین مردم به خود میل میکنند، یا اینکه زنهای دیگرها را هم مویهاشون به همین شکل شانه میزنند. رؤوسهن کاسنمة البخت، در بالای سری آنها مانند صنم شتر یا بلندی هست، یعنی موی هاشون می جمع میکردن در بالای سرشون جمع میکردن. البته این یک نوعی جلب کردن دقت مردها هست. و الا مثلا یک زنی که پیش از کوچه برآمدن 2 ساعت خودش آرای تارا میدهد، و کدام مقصد؟ تا اینکه مردم تو را خوش کنند، مردم به تو نظر کنند. البته این گناهی عظیم است. و مویهایشون در بالای سرشون مثل صنم شتر، یعنی صنم شتر بلندی هست، مثل صنم شتر مویهاشون جمع کردن در بالای سرشون. لا يدخلن الجنه، و جنت وارد نمیشن. ببینید در بالا گفتن که اینها دوزخی هستند، 2 طایفه دوزخی گفتن. در اینجا تاکید کردن که لا يدخلن الجنه، اینا به جنت نمیدراین. ولا یجدن ریحها، حتی بویش هم نمییابند، بوی جنت. و این ریحها لیوجد من مسیرة کذا و کذا، و حالا که بوی جنت از مسافه فلان و فلان می آید. در بعضی روایات از مسافه 70 سالینه راه بوی بهشت به مشام می رسد. در بعضی روایات از مسافه 40 سالینه راه، یعنی 40 سال با یک اسب سیر میکنید بعد به جنت می رسید. از همین قدر مسافه
بوی بهشت به مشام میرسد، چون عالی ترین بوی ها در جنت است. حتی زمینش از زعفران است و اون لایه هایی که بین خشت ها هست، یک خشت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه لبینتون من ذهب، یک خشت از طلا هست، لبینتون من فضه، یک خشت دیگر از نقره هست و اون لایه که در بینش هست از مشک است. مشک، از همه عطر قیمت بهاترین و خوشبویترین مشک است. زمینی بهشت این عبارت از زعفران است که گرانبای فروخته میشه در بازارها. با از آن زعفران بهشت فرق میکنه از این زعفران های دنیا، خیلی مرتبه عالی دارد. خلاصه بوی بهشت از مسافه 40 سالینه راه یا 50 سالینه راه به مشام میرسید است. اینها حتی بوی بهشت نمیبیند. این حدیث صحیح مسلم است، در صحیح مسلم است، یعنی حدیثی صحیح است. از زبان مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم انیق برآمده است.